یه زمانهایی هستش که ما یک مدل ماشین لرنینگ رو ترین کردیم و پرفورمنس اون بسیار خوب هست، توی کار استفاده میکنیم و جواب میده. اما بعد از گذر چند ماه میبینیم که مدل ما دچار افت پرفورمنس شده. یکی از عواملی که ما باید حتما بررسی کنیم بحث دیتا دریفت هست. دیتا دریفت یا انحراف دیتا بنابر عوامل مختلفی ایجاد میشه. مثلا تغییر دیتا گدرینگ یا جمع‌آوری دیتای کاربر ما یکی از عوامل هست، یعنی اینطوری دیتای ما همخوانی نداره با دیتایی که مدلمون ترین شده، یا مثلا شرایط محیطی عوض شده یا موارد دیگه. در این شرایط یکی از بهترین راه حل ها این هستش که ما با دیتای جدید دیتا ستمون رو آپدیت کنیم و مدل رو دوباره ریترین کنیم. این دوباره ریترین کردن مدل ما